چه میگذرد؟ ظاهرا این دوست عزیز ما به شدت اعصابش خورده. حالا افسانه ها بری باورن که قطعیه بر باز شده که در خانهشان خراب بشه و باز نشه. این هم سوار ماشین شده، هی میره عقب، میاد با سرعت میزنه به این دره که شاید دره باز بشه. خطا خورده برزیلی. اعتقادش هم اینه اگه صندوق عقب ماشین باز باشه قدرت بیشتری داره. لامصب ماشین پارک کن اونجا، وقتی از بالای در بپا برو بیرون، این کیه پیدا میکنی بیاره در درست کنه برات دیه. بپا حضرت عباسی. حالا جالب اینجاست چرا ایربک ماشین تا حالا باز نشده؟ یعنی دم شرکت سایپاگرام حضرت عباسی. بپا شی زده؟ ماشین نیست که، میمانه پتک میزنه در میرمه. بپا دمشگر بسن ملتی اصاب ندارن خود به خود اصاب نیشتن برم ملت بمانه.